خب سلام. عرضم به حضور شما برسه ما سعی می‌کنیم تمام مواردی که لازم هستش توی این مبحث بگنجونیم و به شکلی که تیتروار باشه که بعدا شما اگه خواستین یه موردی رو پیدا کنید تو آموزش ها باشه. یکی از مباحثی که خیلی خیلی مهمه و خیلی وقتا بچه ها از من سوال میکنن، حالا کسایی که تو کار هستن یا دارن کاری انجام میدن، اینه که با چه گشتاوری ببینید پیچ ها. حالا شما اگه یا بخواید یه دستگاهی بسازید، توی منوالش، توی کاتالوگش باید این رو مشخص کنید که پیچ با چه گشتاوری بسته بشود یا باز بشه یا بسته بشه یا با چه گشتاوری باز میشود. این یکی از بحثایی که توی کار خیلی خیلی مهمه. چه گشتاوری ما باید وارد کنیم به یه پیچ تا باز بشه. خب این بحث مهمی که ما اینجا داریم توی کتاب شیکنی کاملا روابطش وجود داره. من یه بار دیگه میگم، ببینید پیچ رو شما باید حتما تحت نیروی، هر پیچی درستش اینه که تحت نیروی FI قرار بگیره. این نیروی بیرونی نیست. خیلی وقتا اشتباهی که فکر میکنن اینه. ببینید شما اگه اینجا بیایید با استفاده از 2 تا پیچ یه چنین سازه ای رو ببندید و باری اینجا وارد کنید، به اشتباه فکر کنن نصف بار روی پیچه، نصف بار نخیر. ما دیدیم که این بار بیرونیه. اولا یک ضریب سی میخوره، نیرویی که به پیچ وارد میشه ضریب سی میخوره. دیدیم که سی ضرب در پی نیروی بیرونیه. این میشه نیرویی که به پیچ وارد میشه. بقیه نیرو وارد میشه به اتصال. درسته که اون هرم ناقص، اون محدوده ای هستش که نیرو داره وارد میشه. این بحث اول. بحث دوم اینه که پیچ رو باید محکم کنید. چقدر؟ تا نیروی FI به وجود بیاد. خب نیروی پیچ که نمیشه اندازه گرفت. ما نمیتونیم بگیم بیاین حالا نیرو اندازه بگیرید. ولی خب گشتاور میشه اندازه گرفت. ببین گشتاور رو شما میتونید با استفاده از تورک متر اندازه بگیرید. حالا اون آچاری که شما بخواید بیارین و یه پیچ رو در واقع با این آچار حالا باز کنید یا ببندین، قابل محاسبه هستش. ما یه رابطه‌ای داشتیم. این رابطه چی بود؟ پیچ‌های قدرت بود، پاور اسکرو. میگفت چه گشتاوری باید وارد کنیم تا بار F رو بالا ببره یا پایین بیاره. این رابطه برای بالا بردن. خب بار F یه بار خارجی بود. اگر توی اون رابطه ما به جای FI رو بذاریم، این گشتاور رو به ما میده. خب گشتاوری که لازمه برای بستن پیچ. خب اینجا این آیتم هم حتما باید اضافه کنید. یادتون هستش که آیتم چی بود؟ ما میگفتیم که یه پیچ قدرت در واقع وقتی میخواد نصب بشه بالاخره یه تکیهگاهی داره. خب اون تکیهگاهی که در واقع یه سری استکاک هم اونجا به وجود می آمد توی تکیهگاه، اون گشتاور حاصل از استکاک اون تکیهگاه هم باید در نظر می گرفتیم. ببینید اینجا این تکیهگاه کلار، این نات مورد از این کلار هستش. یک قطر مؤثر ما برای این کلار در نظر می گیریم که این کلار حالا میتونه یه بیرینگ باشه. وقتی شما 2 سمت یه پیچ قدرت رو بیرینگ بندازید، ببینید وقتی اینجا نیروی خیلی معمولا اینجوریه دیگه، پیچ‌های قدرت نیروی زیادی داره بهش وارد میشه و اینجا نیروی زیادی وارد میشه که باید مهار کنه. که گفتیم توی اینجور موارد بهتر از بیرینگ های چی استفاده کرد؟ مخروطی، ترپ استفاده کرد، یا اگر نه بیرینگ بال بیرینگ استفاده بشه. رولر بیرینگ حالا بعدا میگیم، نه بیشتر برای بارهای محوری هستش. به هر حال اینجا تکیهگاهی و یک استکاکی وجود داره. حالا خب پس از اون رابطه استفاده میکنیم برای تعیین گشتاور لازم برای باز کردن یا بستن پیچ.
خب FI رو که دیگه کاملا شما میدونید چطوری باید به دست بیارین. FI بهش میگیم نیروی پیشبار توی پیچ ها، که ما باید انقدر پیچ رو صفر کنیم تا اون نیروی FI داخل پیچ در واقع ایجاد بشه. خب حالا توی این رابطه FI هم من دوباره میگم FI بود برای پیچایی که باز و بسته میشوند 75 صدم FP یا SP تنش گواه ضرب در آیتی مساحت تحت تنش که تو جدول پیچا هستش. خب حالا یه سری ساده سازی اینجا انجام میده. اولا DM که میدونستی تو همین رابطه هم قطر متوسطه که میشه average of the major and minor diameter، یعنی قطر بیرونی و قطر ریشه. این متوسط قطر بیرونی و ریشه است. خب اینجا این لاندا چی میشه؟ گاما میشه، ببینید گاما این بود دیگه، L تقسیم بر پی دی. این دی باز دی میدریت متوسط یا اوریج. الم که چی بود؟ تانژانت گاما شد اس تقسیم پی دی که رابطه به این شکل در میاد. خب آلفا معمولا تو پیچ ها 30 درجه است، درست؟ این یه رابطه خیلی کلیه. حالا میگه آقا ما توی پیچ های بستن این کلاری که داریم در واقع واشره در اصل. بعد میاد میگه که واشر رو معمولا یک این در واقع قطر چی میگن قطر مؤثر میشه دی به اضافه 1.5 دی. چرا؟ چون میگه که the diameter of the washer face، قطر واشرهای پیچ های هکساگونال تقریبا مساوی هستش با واید اگروس فلز تخته و مساوی هستش با 1.5 برابر سایز نرمالش، یعنی دی به اضافه 1.5 برابر دی تقسیم بر 2، چون قطر متوسط در اصل هستش. اینو میگیره 1.25 دی. هندبوک، برخورد هندبوکی در اصل مثل چی میگن؟ اصول دین. وقتی رابطه میده خیلی دنبال این نیستیم که چرا، اینا با استفاده از تجربیات و اینها به دست آمده. پس این رابطه به این شکل در میاد که به جای DSC این مقدار رو گذاشته، تقریبا دی بزنید 1 دی، که همه چی بر اساس به اصطلاح پارامترهایی به دست بیاد که ما داریم. خب حالا ببینید این چیزی که داخل پرانتز هست رو بهش میگیم کا تورک کافیشینت. خب که به این شکل تعریف میشه و در نهایت این میشه رابطه ما. تی میشه کا اف آی دی که دی در واقع قطر پیچه. اینجا دی قطر پیچه ولی دی ام قطر متوسط پیچه. قطر پیچه مثلا پیچه ام 10 دی 10. مقدار ضریب استکاک هم توی جداول پیدا میکنیم، مثلا فولاد با فولاد به چه شکله. حالا یه جدولی هستش اینجا اومدن برای تعداد زیادی از پیچا، حالا این رو به دست آوردن، مقادیر به اصطلاح گشتاورایی که لازمه. این جدول مهمه، جدول 8-15 مقادیر کار رو با یه تقریب خوبی داره میده برای ما برای شرایط مختلف. مثلا پیچی که روغنکاری هم در واقع انجام شده براش، به اصطلاح زینک پلیتای در واقع زینک شده، نان پلیتد بلک فینیش. منظورش پلیتایی هستش که در واقع
کار روش انجام نشده، پلیت های معمولی. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که coefficient of friction depend upon the بستگی این بستگی به در واقع اسموتنس سطح داره، صافی سطح داره، دقت کار داره و همچنین درجه روغنکاری. برای یه مقادیر متوسط هم F و هم FSC اینجا باز پیشنهاد میده، میگه 15 صدم بگیرید، میگه یه چیز متوسط خوبیه. The interesting fact equation فلان میگه برای F و FSC 15 صدم کار حدودا 2 دهم میشه. No matter what size ball are and no matter whether the trade are coarse or fine. یه مستقل از این که حالا دندانا به چه شکلی هستن و اینا. کا 2 دهم، پس کا 2 دهم یه مقداریه که به اصطلاح معقوله، یه مقدار معقولی هستش. کا 2 دهم. حالا Bowman distribution یعنی چی؟ A large manufacturer of fastener record of the value shown in table. یه اصطلاحیه که برای پیچا استفاده میکنن. In this book we shall use this value and use کا 2 دهم when the ball condition is not. میگه هر جا که شرایط پلیت رو شما متوجه نشدید چی هست 2 دهم بگیرید. با تقریب خوبی شما 2 دهم رو در نظر بگیرید مناسبه. این مقادیرم در واقع تستایی که انجام شده distribution of preload FI رو برای 20 تا تست انجام داده وقتی که با 90 نیوتن متر این رو بستن. ما الان اگه بخوایم بیایم فرض کنیم برای یه پیچ M20 خب گرید مهمه، گرید چی در نظر بگیریم؟ یه پیچ M20 در نظر بگیرید با گرید 8.8 SP 600 گرید 8.8. خب SPش چیه؟ 600. حالا M20 رو میریم توی جدول، توی جدول فارسی هم به همین شکله چون متریکه دیگه. ما M20 رو اگه بریم ببینیم که سطح تنش M20 چقدره. حالا از هر منابعی که پیچ M20 سطح تنشش 245 آتیش 245. خب 245 حالا آتیه، پس پیچ M20 245 میلیمتر به توان 2 هستش. حالا گشتاور لازم برای بستن این پیچ کا FID. خب FI رو میدونید که 75 صدم SP آیتیه که میشه 75 صدم 600 ضرب در 245. معمولا عدده بزرگی 240. البته خب پیچ M20 گرید 88 پیچ حسابیه دیگه، پیچ با استحکام بالا 110 250 نیوتن 110 250 نیوتن پریلودش هست. خب این نیرو باید تو پیچ باشه تا این پیچ بتونه خوب. خیلی جالبه این داستان پیچ، خیلی داستان جالبیه، در حالی که ابتدا اگه شما این رو نمیخونید فکر میکنید که این پیچ مثل پینه که یه نیرو داره بهش وارد میشه و این نیرویی که وارد میشه همون نیرو هستش و پیچ تحول میکنه. نه آقا، پیچ یه پریلود داره که این حالا اضافه میشه به اون باری که و حتما باید این رو داشته باشه تا این دوتا قطعه رو بتونه به هم دیگه فشار بده. پس این پریلود ما اینجا که کامل در مورد صحبت کردیم توی ویدیوهای قبلی. حالا میذاریم تو این رابطه و گفتیم کار رو 2 دهم بگیرید. برای اکثر شرایط به این شکل تی میشه 2 دهم ضرب در 110 250 دیمونم 20 پیچ 20 دیگه. خب فقط اینو دقت کنید چیزی که الان اینجا به دست میاد نیوتن میلیمتره و بعد تقسیم بر 1000 میکنید 441
نیوتن متر، حدوداً 400 نیوتن متر گشت‌آور لازمه که این پیچ رو ببندیم. اینقدر باید صفر بشه. خب چقدر ببینید دست انسان چقدر نیرو میتونه وارد کنه، فرق میکنه. اگه شما بخوای یه پیچ رو به این شکل باز کنی، وزن بدنت هم میندازی روش، درسته؟ وزن بدن هم میندازی روش تا 70 نیوتن، 70 کیلوگرم یا 700 نیوتن هم شما میتونید وارد کنی. ولی فکر میکنم معمولا نیروی که دست میتونه وارد کنه 5 کیلو 10 کیلو هستش. اگه 10 کیلو در نظر بگیریم یا 100 نیوتن، برای که چنین گشتاوری اینجا ایجاد بشه چه فاصله ای نیاز؟ 100 ضرب در دی مساوی میشه با 440 دی فاصله است. حالا بگیم ال که با اون دی اشتباه نشه. 441 تقسیم بر 100 خیلی زیاد میشه 4. آره دیگه 4 متر. اگر شما بخواید، خب این پیچ قویه دیگه. ببین خیلی وقتا برای باز و بستن پیچ ها بهش خیلی وقتا تو صنعت دیدین حتما، با یه آچار کوچیک جواب نمیده، یه میله ای چیزی میارن و گشتار بیشتری وارد میکنن، مضاف بری که 100 نیوتن نیرو کمیه، دست بیشتر از اینا. ببین شما وقتی میخواید با یه آچار پیچ در این ابعاد، یعنی یه پیچ 20، پیچ خیلی قطوریه، این پیچ رو وقتی میخوایی باز کنی داستانایی داره دیگه. بچه‌ای که تو صنعت هستن میدونن که باید حدودا همین نیروه باید وارد کنی. یا خیلی وقتا دیدین که برای باز کردن پیچ طرف وزنش هم میندازه، خب وزنش هم میندازه که این نیرو میره بالاتر، 20 200 300 حدودا این حدود میشه. پس گشتاور لازم برای باز کردن و بستن پیچ ها یکی آیتم مهم هستش که توی کاتالوگ ها معمولا میاد رو به این شکل ما حساب میکنیم. و اگه شرایط خاصی داشت مسئله شما، این آیتم های توی این جدول هم من براتون بخونم که بریم به چه شکلی. رو فصل 8 که بریم برای فصل 9 که جوش هستش و خیلی مطالب جالبی توی جوش و کاربردی بهتون میخوام بگم که حتما استفاده کنید. ببینید دید مهندسی خیلی مهمه. الان شما وقتی این مطالب مثلا در مورد پیچا وقتی میبینید به چه شکلی هست، کلا دیدتون عوض میشه که پیچ داره چه اتفاقی برش میفته. وقتی اینا رو تو کلاس درس میده آدم معمولا خیلی درکش نمیکنه، چون با هدفی که امتحانی میخواد برگزار بشه، نمره میخواد بگیره، این نگاهش به این شکله. خب این آیتمایی که توی جدول هست اگر حالت خاصی بود که اولیش هست نان پلیتد بلک فینیش، بهش میگن سیاه اندود بدون روکش. زینک پلیتد روکش روی هست. حالا حتما تو صنعت یه جاهایی چنین چیزایی وجود داره. لوبریکیتد یعنی با روانساز، با روغن که معمولا استفاده نمیشه، معمولا نمیاد پیچا رو روغن بزنن. البته پیچ پیس میگم یه مقداری خیلی ضخیم هستش و قطرش زیاده، فکر کنم دیگه آخری جدولم هست. روکش کادومیم بعدی با ضد قفل کن بهش میگن باومن. سومی هم با مهره گریپ، در مورد خود پیچه که ضد قفل کن اگه داشته باشه یا باومن گریپ داشته باشه که خود من نمیدونم، اینا تا حالا برخورد نکردم بهش. پیشنهاد خود کتاب هم اینه که تا حد قابل قبولی ما میتونیم کار رو 2 دهم در نظر بگیریم. موفق پیروز.